خب بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم و می‌رویم به ولایت مختاری کوهستان بدخشان که در آنجا گفته می‌شود نمایندگان جامعه شهروندی میگویند مقامات به آنها فشار می‌آورند تا سازمان‌های غیر حکومتی را برهم بدهند. خب البته مقامات چنین چیزی را رد می‌کنند و اصرار می‌ورزند تنها فعالیت تشکیلات قطع شده است که با گروه‌های جنایی رابطه داشتند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از ماه می سال گذشته زیر ذره‌بین حکومت قرار دارد و چندین نمایندگان جامعه شهروندی بازداشت و زندانی شدند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو همراه ماست. لطفاً بگویید که بحث بر سر چی است؟ ببینید شالا نمایندگان حداقل 5 تشکیلات جمعیتی به ما گفتن مقامات قدرتی از آنها طلب دارند که با اختیار خود سازمان‌های غیر دولتی زیر نظرشون را برهم دهند. همصحبتان ما در ولایت به خاطر بدتر نشدن وضعیتشون نمیخوان اسمشون ذکر شود. به گفته نمایندگان جامعه شهروندی در بدخشان حتی از سازمان‌های جمعیتی که برنامه عملی میکنند طلب شده است خود را مفلس اعلام کنند و کارشون را قطع کنند. در میان این سازمان‌های جمعیتی تشکیلاتی هم هستند که با کودکان معیوب سر و کار دارند. همصحبتان ما گفتن این روند 2 ماه پیش شروع شده است و ده‌ها تشکیلات جمعیتی زیر فشار مقامات قدرتی مجبورند کارشون رو قطع کنند. این است. خب مقامات در این باره چیزی میگویند؟ ببینید مقامات چنین شکایت‌ها را رد میکنند. از جمله غالب نیت‌بگزاده سخنگوی رئیس ولایت مختاری کوهستان بدخشان 8 می امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این خبر نادرست است. نیت‌بگزاده میگوید که تشکیلات غیر دولتی را که در واقعه‌های سال گذشته با گروه‌های جنایتی همکاری داشتند برهم دادند چون پایه حقوقی نداشتند و حجت گزاریشان نادرست بوده است. سخنگوی رئیس ولایت میگوید دیگر تشکیلات غیر دولتی کارش را ادامه داده ایستادند و کسی به آنها فشار نآورده است. خب آیا بعد اعتراض‌ها در ولایت مختاری کوهستان بدخشان در تابستان سال گذشته یگان سازمان جمعیتی برهم داده شده است یا نه؟ بله سال گذشته منوچهر خالق نظرов رئیس تشکیلات اساسیاسی حقوقشناسان پامیر بازداشت و به گناه همکاری با سازمان‌های جنایی و ممنوع عیبدار و به 16 سال زندان محکوم شده بود. خودش اتهام‌ها را نپذیرفته است. بعد زندانی شدن خالق نظرов فعالیت تشکیلاتش را هم قطع کردند. اینچنین سازمان ناموس و انصاف هم بعد بازداشت مؤسسش الفت خانم محمد شایوه برهم خورد. ولی دیگر نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگویند مقامات بعد 1 سال از اعتراضها از آنها هم طلب دارند که کارشون را اختیاراً قطع کنند هرچند آنها هیچ ارتباطی به این حادثه ها نداشتند. فهمم. تشکر برای صحبت. ضمناً آخر ماه اپریل امسال در جلسه کمیته محو تبعیض در سازمان ملل در وقت بررسی گزارش تاجیکستان مسئله فشار به جامعه شهروندی بدخشان هم بررسی شد. شیخ المسنود یک عضو کمیته محو تبعیض سازمان ملل از آن نگرانی کرد که بعد اعتراضها در ماه نوامبر سال 2021 فشارها به سازمان‌های غیر دولتی در این ولایت زیاد گردید.